سلام عزیزان، امیدوارم که خوب و سرحال و پر انرژی و قبرق باشید. عزیزان من، جلسه پیش با خطوطی که کشیدین مطمئنم که الان دستتون حسابی گرم و راحت و روون شده. خب و میتونید به راحتی روی کاغذ قلم و حرکت بدید. خب عزیزان، این جلسه هم برای اینکه دستتون بهتر بشه توی طراحی باید تمرین دیگه رو هم انجام بدید و اون اینه که خطوط عمودی رو تمرین کنید. خطوط عمودی مثل ستون برق، مثل درخت ها، مثل خونه ها، مثل هر چیزی که در این راستا هست. خب عزیزان، این خطوط بیشتر به ما استحکام، مقاومت و ایستایی رو نشون میدن و توی تصاویر هم به ما تعادل و توازن رو نشون میدن و یه جور قدرت و شکوفایی و اراده هم میشه ازشون یه جور القا گرفت، تلقین شد. خب مثل این ایستایی و توازن رو میشه در یک تصویر مثل این نشون داد که تصور میکنیم این یک ساقه درخته و اینم زمینیه که در پشتش قرار داره و یک جور توازن رو به ما نشون میده. این 4 سطح مساوی به هم رو به ما نشون داده. توازن و تعادل رو که بخوام بهتون مفهوم بدم، توازن یعنی یه جور اینا هم وزن هم هستن، یه جور موازنه بینشون هست، توازن دارن با هم این سطح ها. و تعادل هم تقریبا به این مفهوم دیگه که همه اینها یک اندازه هستن، یک سطح انرژی رو دارن. خب عزیزان، این تمرین رو باید 50 صفحه انجام بدید. 50 صفحه خط عمودی رسم کنید که این برای کشیدن طراحیاتون به سادگی کمک میکنه که این خطهای عمودی خیلی تأثیر دارن توی تصاویر ما و مفهومای خیلی خوب و زیبایی دارن که این استحکام حتما باید توی تصویر اگه باشه خیلی تصویر رو زیبا میکنه. خب عزیزان، باید 50 صفحه این رو انجام بدید، یا توی کاغذ یا توی کاغذ الکتریکی یا تخته جادویی که میتونید هر باری که میکشید یادداشت کنید و که فراموش نکنید یا توی ذهنتون بسپارید. و اگه این تمرین رو انجام بدید میتونید به راحتی خطوط عمودی رو رسم کنید. خب عزیزان، امیدوارم که خودتون رو دوست داشته باشید و به حرفای خودتون پایدار باشید و کارهایی رو که به خودتون قول دادید انجام بدید رو انجام بدید و اینکه خودتون رو دوست داشته باشید و فقط برای پیشرفت خودتون کارهای مفید رو انجام بدید. عزیزان، خوشحال شدم که در کنارتون بودم و این رو هم اگر به این سمت بگیریم یک خط عمودی میشه. خب امیدوارم که واقعا در کنار این آموزش هایی که من میذارم شما واقعا انجام بدید و به فکر خود پیشرفت خودتون باشید و
خودتون رو درک کنید و پیشرفت کنید. خب عزیزان، روز خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.